салому дуруди бепоён дӯстон ва форсизабонони тамоми дунё. Имрӯз мо бо ҳамроҳи як шахси зиёӣ, устод Додихудо Қадамзода қарор дорем. Чӣ ҳолу аҳвол доред? Вақти зиёде мешавад ки дар Лондон зиндагӣ мекунед. تشکر سلامت باشه. اولم که خوش آمده اینجا و بسیار خوشم هستم که با شما آشنایی دارم. سالیان زیاد اینجا آمدم، زندگی دارم، ولی من که آمدم جوان بودم مثل شما، دانشجو بودم و در چندین دانشگاه ها درس خواندم و بالاخره حالا در این مؤسسه با نام مؤسسه مطالعاتی اسماعیلی یا مرکز آخوان به حیث پژوهشگر هستم و بیشتر در مورد تاریخ تمدن، افکار و اندیشه سرزمین خودمو که امروز بیشتر با نام آسیای میانه ولی در گذشته خراسان بزرگ که جزو ایران بزرگ بود پژوهش میکنم و کتاب نشر میکنم و یک کتابی که حالا آماده کردیم و بیشترم صحبت کردیم قبلا در موردش با نام تاجیکان، تاریخ، فرهنگ و هویت است که کتاب خیلی بزرگی است که بار اول به زبان انگلیسی در دانشگاه کمبریج باید به نشر برسد و آمادگی به عمو داریم و زیاد میخوایم که بیشتر سر صدا شود تا که خواننده و همتابارای ما آگاهی بیشتر پیدا کنند در این مورد. чунон ки мегӯянд ҷавонон ояндаи миллатанд. Барои ҳамин ҳам мо бояд таърих, фарҳанг ва гузаштаи худро хуб омӯзем ва бо дарки дуруст ва ифтихор ояндаи дурахшони миллатро бунёд намоем. барои ҳамин ҳам аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам дар бораи таърихи тоҷикон як суҳбате кунем. саволи якуми ман ин аст ки ориёиҳо киҳо буданд ва мо чаро худро ориёӣ меҳисобем? ва баъзе аз мардум ориёӣ гуфта фақат оташпарастиро фикр мекунанд. بسیار سوال به مورد است. واقعا آینده هر یک ملت جوان هستند و بسیار مهم است که جوانای ما بآموزند از تاریخ گذشته خود، از فرهنگ و جغرافی خود با خبر باشند، افتخارم بکنند. واقعا یک تاریخ است که بسیار باعث افتخار است و این مفهومی که شما میپرسه قبلا هم در چندین بحث‌ها و نشست‌ها شنیدیم، ولی خود مفهوم آریایی در یک چند کاتگوری باید که معرفی شود، چون که این یک چیزی همینطور خشک خالی یا یک چیزی که بسیار همینطور مقدس هم نیست. اصلا این چند مورد دارد، یکی زبانی است، یکی فرهنگی است و یکی تاریخی است و در این سه بخش باید که این بیشتر تشریح شود تا که خواننده و بیننده بیشتر معلومات پیدا کند. و پیدایش خود واژه خیلی قدیم است و گویا که در زبان سانسکریت است که یک زبان‌های بسیار قدیمی که زمانی که آریاها و هندیا تقریبا یک فامیل بودن یا در یک عائله زبان‌ها شامل بودن و خود مفهوم آریایی بگیم که بیشتر اشاره به اون بود که یعنی اینا هویت خودشونه تا فرق کنن از دیگر اقوامی که در روی سرزمین زندگی داشتن یا نام و نسب خودشون داشتن، مثل که هر یکی ما همچون فرد میخوایم که نام خودمون داشته باشیم یا نام پدر که بیشتر نام فامیلی ما است تا که بدونن که کی از پدر ما یا از کجا بنیادی ما است. و آریا هم به همین معنی هستند. ولی جالب می است که در طول تاریخ همونطور که میبینیم این خودی واژه آریا داره تکامل مییابد. مثلا در زبان سانسکریتی قدیم با نام آریا است و در زبان اوستا که میاد ایریا است و در زبان فارسی باستانی که آمده است با نام آریا. یعنی این تکامل زبانی است که در هر دور زبان تغییر تشکل می‌یابد. اما یک نکته دیگر بسیار جالب این است که آریاها کی هستند. آریاها یعنی که تاجیکا آریایی هستند. بسیار جالب است چون که تاجیکا به واسطه جزوی تمدن یا فرهنگ یا من هویت ایرانی قدیم هستند و یک فامیلی بزرگ بودند که در یک زمان شاید از اون شاخه هندی جدا شدند و مردمایی بودند که پیش از اون که مفهوم یا واژه تاجیک ارزی وجود کرد، اینا با زبان‌های مثلا سغدی، باختری، خوتنی، زبان خوارزمی، زبان‌هایی که سکایی و پشتو و ظاهر همین زبان‌ها صحبت می‌کردند. ولی بعد از اصطلاح عرب در این سرزمین و پهن شدن دین اسلام بیشتر واژه تاجیک دیگر ظهور کرد و بیشتر با همین واژه معرفی می‌شوند. ولی گذشتگانشون ریشه‌های عمیق با من زبان فرهنگی آریایی دارند. به همین خاطر جزوی من فرهنگ ایرانی یا جزوی من عائله اقوام ایرانی تبار تاجیکا می باشند. ولی موضوع دیگری که شما پرسیدید در مورد آیین آتش پرستی، متاسفانه این یک ذره زیاد وقت نافهمی هم است، ولی بعضا همینطور به نظر می رسد که زیاد وقت حتی یک تعداد کوشش میکنن که یک بدنامگی را به پای اینا ببندن یا یک کسایی که یگان برای مثال شاید که یک حسی بگیریم تعصب دارن نسبتی همین افکار اندیشه یا خود مفهوم آریایی. و یک زمان
مثلا آتش پرست گفتن اینا خیلی غیر چشم داشته است، چون که این مردم آیین‌های خودشون داشتن که خیلی مختلف بودن و بعداً دیگر آیینی زردشتی است که بیشتر گسترش یا بر اساس آیین‌های آریاها. و آتش مثل اونی بود، این مردم خیلی مردمی طبیعی بودن و یک گرمانی داشتن با طبیعت. و گرمانی بود که آب، آتش، باد، هوا و زمین برای اینا مقدس بودن، چون که مثل مادری بود که اینا را نگاهبین میکرد، چون ما در موردی مثلا 5-6 هزار سال تاریخ صحبت میکنیم. و آتش یکی از مقدس‌های بود که برای اینا مثلا غذا جور میکردن، با آتش گرم میشدید، در شب مثلا روشنایی میافکن و از بسیار ناپاکی‌ها پاک میکرد، یعنی میسوخت و پاکی را به وجود می آورد. و به همین خاطر آتش اونا مقدس می‌داشتن، ولی مقدس داشتن به معنی نیست که اونا آتش پرست بودن. اینا یک نافهمی‌ها و مفهوم‌های گمراهی است که یک تعداد، همونطور که گفتم، با تعصب متاسفانه دارن چیزا را بیشتر ترغیب میکنن. یک سوال جالب دیگره که درباره توجیکا کیها هستند و علمان توجیک در تمدن جهانی چی سهم گذاشتگی هستند؟ بسیار خوب. در مورد تاجیکا با اون چیزی که گفتیم در سوال پیشین گفتیم، گذشتگان تاجیکا با نام‌های خودشون مشهور بودن که مثلا سغدی‌های قدیم داشتیم، خوارزمی‌ها داشتیم، سکایی‌ها داشتیم، باختری‌ها داشتیم و مردمایی که امروز به زبان پشتو هم صحبت می‌کنن، یک اقوامی پشتو هستن، یا در قفقاز مثلا آسیتیا هستن. و همه این مردم‌ها بلوچی و هنزا و گیلگیت چترال هستن، در افغانستان نورستانی هستن، در پاکستان و افغانستان. و همه این مردم یعنی با نام‌های قدیمی خود یاد شدن در مخزن و تا به امروز هم این نام‌ها رسیدن. ولی دیگر بعد از اون که گفتیم زمانی که اسلام آمد و دیگر تمدن اسلامی در سرزمین گسترش یافت، یک واژه‌ای که بیشتر این مردم معرفی شدن با نام تاجیک است، یعنی گذشتگان تاجیک اونا بودن و تا با آریاها که گفتیم میرسیدن یا ابتداش از اونجا است. ولی سرزمینش بسیار مهمه. سرزمین آریاها خراسان بزرگ ما میگیم. خراسان بزرگ یک منطقه بود که ما حالا این منطقه را در ایران داریم با نام خراسان، و در سرزمین آسیای میانه امروزه ترکمنستان، قزاقستان، قسمت جنوبش، ازبکستان، تاجیکستان، قسمت زیادی قرقیزستان و یک قسم غربی چین و افغانستان، پاکستان هم یک قسم پاکستان، این بود سرزمین خراسان بزرگ. چون بر اساس سرچشمه‌های تاریخی و ادبیات‌های که تا به امروز دسترسی داریم و خود این اقوامی که در اونجا زندگی میکنن. و جالبتر هم این است که نامی همه جغرافی یعنی تاپونیما، شهرهای بزرگ که در این سرزمین هستند، همش با نام‌های ایرانی هستند، یعنی که گذشتگان ما در این سرزمین بنیاد کردن، نام گذاشتن و دیگر ادبیات فلسفه ایجاد کردن. ولی مورد دومی که پرسیدی، سهم خراسانیان یا سهم تاجیکان در تمدن جهانی بسیار بزرگ است، بسیار روشن و واضح است. و ما مثلا بیشتر که از زمانی اگر بعد از اسلامی هم توجه کنیم یا زمانی سامانیان و بعد که زبانی فارسی معاصر دوباره احیا شد، و یعنی که چیزی که بیشتر معلوماتی که تا به امروز به دست ما رسیده است در این مورد، در زبان و ادبیات استاد رودکی که یکی از بنیادگذاران یا همچون پدری ادبیاتی یا شعر فارسی شناخته شده است و یکی از بزرگترین شخصیت‌هایی است که یک چنین ادبیات، یک چنین ایجادیاتی را برای جهانیان باقی گذاشته است. و وقتی که در علم فلسفه و طب میریم، البته ابن سینا است. ابن سینا واقعا یک دانشمندی فوق‌العاده است، یک دانشمندی است که یک ادبیات بسیار مکمل فلسفی را برای ما و برای تمام جهانیان، یعنی فقط برای ما در نظر ندارم تاجیک‌ها، برای جهانیان پیشکش نمودن. و این چنین یک دانشمندی زبردست بودن که در مورد طب و ادبیات کتاب‌های اونا کتاب امروز حفظ شدن و همچنین کتاب تعلیمی وجود دارند. در ریاضیات و نجوم بیشک ما بسیار شخصیت‌ها داریم و از جمله الخوارزمی است، بیرونی است و خودی عمر خیام است که بزرگترین ریاضیدانای زمان خودشو بودن و اونم یک میراثی است که تا به امروز برای جهانیان باقی مانده است. و دیگر شهرسازی، شهرهایی که مثلا امروز بخارا و سمرقند و بلخ، خوجند، خوارزم، مرو، نیشاپور، هرات، همه اینا بگیریم که دستاورد یا بنیادش همین مردمی که با نام امروز تاجیک یاد میشوند، سغدیا، باختریا و سکایا ساختن. و اونا فقط یک شهر نبودن، شهر دولت بودن. در اونجا مرکزهای تجارت بود، دایره های ادبی بود، افکار اندیشه و مهمش همین بود که سرزمین یک سرزمینی بود که راه ابریشم از اینجا میگذشت
و مثلا اروپا را با چین و هند میپیوست و از این خاطر خیلی یک سرزمینی بود که پر فیض برکت بود به گفته خودم. واقعا همونطور که گفتین تعداد دانشمندایی که از این سرزمین بیرون آمدن زیاد است در طول 1000 سال، ولی شخصیت‌هایی هستند که در یک سطح خیلی بالا هستند و برای مثال اگر یک نفر انتخاب کنیم این ابن سینا است. ابو علی ابن سینا که میدانیم در افشنه در بخارا تولد شده است و پدرش از بلخ بوده است، مادرش از بخارا و بشک تاجیک بود، ولی زیاد وقت بحث می است که چون زمانی که ابن سینا تولد می شود اون زمان می خود واژه تاجیک هنوز خوب تشکل نیافته است، تقریبا یک قرن بیشتر وقت لازم بود، ولی هیچ شکی نیست که یعنی گذشتهش یا سغدی و باختری بود و تاجیک گفتن می شود به مشکلی و دعوا کرده می توانیم و ادبیاتی هم که آفرید به زبان فارسی بود و خودش هم در خانواده تولد شد که اونا اسماعیلی بودن و اسماعیلی بودن این خودش بسیار یک چیزی فوق العاده مرکب هم است که در ادبیات زیاد وقت بحث سرش است سری موضوع، ولی اسماعیلی یک تعداد بگیریم که پن ایرانیستا بودن، کسایی که واقعا اصیل فرهنگ تمدن گذشته خودشون دوست می داشتن و میخواستن با او برای او را حفظ کردن با یک لباس اسلامی در زمانی که دیگر دین اسلام حکم فرما و دینی دولت بود، این تعداد افکار و اندیشه خودشون توسط یعنی جریان یا حرکت اسماعیلی دیگر حفظ کردن برای آیندگان گذاشتن و بسیار یک میراث غنی فرهنگی است و ابن سینا خودش در میخاندان است که بیشک اینم با دلیل بر اون است که تاجیک اصیل بود، ولی مفهوم در مورد ابن سینا از همه جالبی است که کتاب القانون فی طب که یکی از کتاب‌های بسیار مشهورش است و این کتاب تقریبا 700 سال در دانشگاه‌های اروپا همچون کتابی طب در دانشگاه ها برای دانشجویان تعلیم میشد، از این آموخته میشد. این کتاب در قرن 12 به زبان لاتینی ترجمه شد و بعد از او در دانشگاه ها تدریس میشد و دیگر از اینم که بگذاریم بیشتر ابن سینا کتاب شفاش که ما بیشتر میگیم در مورد طبیعت شناسی است، هم روان شناسی است و هم ریاضی است و دیگه فلسفه‌ش هم در رو بیان شده است و واقعا بزرگی ابن سینا را همچون یک نابغه جهانی سازمان ملل در زیر صورت یونسکو شناخته است که یک نابغه بگیریم که بشری است. اگر یک ذره دیگه در مورد بگم در مورد مثلا اینجا ما داریم همونطور که رودکی است و ابو محمود خوجندی است که یک نجوم شناس و ریاضیدانی برجسته است که از خوجند است و او هم همونطور یک شخصیتی است که در سطح جهانی بسیار سهم دارد در پیشرفت ترقی علم. ناصر خسرو همچون فیلسوف، شاعر، نویسنده و متفکر که از قبادیان است و محمد خوارزمی میدونی که بنیادگذار الگوریتم است و همه این تکنولوژی که امروز داره و شما میتونه راحت عکس برداری و ویدیو کنید و صحبت بکنیم یا از یک منطقه به یک منطقه از کشور به یک کشور، محض بنیادگذارش الخوارزمی است که در خوارزم زاده شد، ایرانی تبار بود و بسیار یک دانشمندی فوق العاده بود و گذشتگانش هم زرتوش بودن و هنوز تبری حتی میگه در تاریخش میگه که خوارزمی هرگز از دین گذشتهش برنگشت به اسلام، ولی یک تعداد دعوا دارن که بعدا مسلمان شد چون 30 سال حیاتش در مدرسه در مرکزی در بغداد بود و در اونجا تدریس درس میگفت. و یک شخصیت دیگر هم که بسیار برای ما محبوب است و همه میدانیم بیرونی است، ابو ریحان بیرونی است که واقعا یک دانشمندی فوق العاده دیگر است و حتی بعضیا حدس میزنند در جهان غرب که البیرونی حسابی عرض طول عالم داشت، یعنی در متمتیک یا ریاضیدانی بود که حتی قطعه امریکا را بعضیا فکر دارن که قطعه امریکا را نارفته از اینجا حساب کرده بود و میدونست که قطعه از بگیریم که منطقه ما یا از قطعه ما دورتر وجود دارد و در این مورد یک کتابی هم نشر شده است که یک دانشمند امریکایی تمدنی گم شده یا Lost Civilization با نام ستار است و این میگه که این کتاب است که بخواید من برای خواننده یا بیننده این کتاب است و فردریک ستار میگه که کولومبو پیش از اون که قطعه امریکا را به گفته ما رفت کشف کرد، پیش از او از نوشته های بیرونی که به زبان لاتینی ترجمه شده بودن آگاهی داشت و یعنی گمشورانه به اونجا نرسید و دیده و دانسته اونجا رفت و محض سهمی بیرونی است
و یک شخصیتی که دیگر با بسیار محبوب و مشهور است در تمام جهان جلال الدین بلخی است که با نام جلال الدین رومی هم مشهور است و او هم زاده تاجیکستان امروزه است در وادی وخش، ولی جزو بلخ بود چون بلخ خودش یک شهر تنها در افغانستان امروزه نیست، یک دولت بود و یک مرکزی تمدنی بسیار بزرگ بود. و در مورد جلال الدین بلخی فقط یک قصه رو میخوام بکنم که بسیار جالب هم است و من در یک نشست گفتم دیدم که چقدر مردم ها به هیجان آمدن. یک دانشمند شرقشناس فرانسوی با نام انری ماس که خودش یک ادبیات شناس مشهوری ایرانی است، او میگه که در یک صحبت در یک تالار که تعدادی زیاد دانشمندا بودن، جوانا بودن، دانشجو، و میخواد که ادبیات فارس برای اونها معرفی کند و میگه که بسیار اندیشیدم و فکر کردم که یک راه بهترش می است که من مقایسه کنم، با راه مقایسوی را معرفی کنم. و او میگه که بنیادگذارای واقعی یا بگیریم که یک ته‌کرسی محکمی که در این ادبیات فارسی وجود دارد این فردوسی طوسی است، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی و مولانا جلال الدین بلخی. و میگه برای شنونده اروپایی من این را چنین توضیح میکنم، میگه فردوسی را ما میشود با هامر مقایسه کنیم، با هامر مقایسه کنیم که هر دو آفرینده داستان‌های بزرگی هماسگی میباشند. شاهنامه بر ضد ایلیاده یا در مقایسه با ایلیاد اودیسه، اما میگه که فردوسی بیشک از هامر بالاتر است و شاهنامه او بیشک 3 مرتبه از این کتاب هامر بزرگتر است. و میگه در مورد سعدی، میگه سعدی با یک نظم نازک ذهن اخلاقی، فهمیش اجتماعی و انسان دوستی زیبا با آناتول فرانس، یک ادبیات شاعر و نویسنده فرانسوی که بسیار مشهور است، با او مقایسه میکنه. میگه تا جای شبیه آناتول فرانس است. و میگه که مورد انری ماس میگه مورد حافظ میگه با گیوته یا گوته مقایسه میکند که گیوته خودش میگه که حافظ بسیار احترام داشتم، دوست داشتم، از او الهام میگرفتم و او را به حیث استادش میدانست و از حافظ پیروی میکرد. ولی میگه در مورد جلال الدین بلخی چنین اظهار میکند، میگه که او به همتاست و نهایتا مس اظهار میکند که هیچ شاعر در دنیا واقعا با مولانا جایز مقایسه نیست. میگه پس از افاده های و قیاس های اروپایی و بیشترم به ادبیات جهانی نظر کردم ولی هیچ کسی را همتای مولانا ندیدم. او در یک دنیای دیگر است، یک دنیایی است که هنوز نیاز به کشف دارد. چرا میراث بزرگ فرهنگی تاجیکان در جهان کمتر معرفی می شود؟ واقعیت چنین نیست، ولی مشکلی بیشتر در دیگر مفهوم است. یا مثلا اگر که ما نگاه کنیم، همونطور که حالا صحبت کردیم، زیاد این دانشمندا و شخصیت‌هایی که ما احترام داریم یا دوست داریم و فکر می‌کنیم که واقعا زحمت زیاد کشیدن برای آفرینش تمدن و افکار و اندیشه و ادبیات شعر و شاعری در جهان معرفی هستند. از خود استاد رودکی که شروع کنیم تا فردوسی و ابن سینا و ناصر خسرو و عمر خیام و سعدی و حافظ و مولانا، به اشاره بعد از کتاب بایبل یا بیبلیا در امریکا بعد از این همه کتابی که بیشتر نشر شده است کتاب‌های مولانا هستند، مولانا جلال الدین بلخی. ولی مشکلی در دیگر مفهوم است. مشکلی این است که این بزرگا زمان زندگی کردند که این کشورهای قومی و ملی وجود نداشتند. مثلا در آسیای میانه تاجیکستان، ازبکستان یا افغانستان اینا بیشتر از 100 سال عمر ندارند و به همین خاطر اونا با دیگر نام‌ها معرفی میشوند در ادبیات جهانی یا در دیگر منطقه دنیا. بیشتر مثلا ذکر میشن با نام فارس، ایرانی یا دانشمندای زمانی اسلامی یا خراسانی یا آسیای میانه. و چون که فکرم همی است که اینا زمانی زندگی کردن که کشورهای قومی وجود نداشتن و دیگر همونطوری که گفتیم بیشتر اینا زمان زندگی کردن یک ذره قدیم‌تر بود و بعضا با اونا مثلا با فارزبان و دیگر معرفی که در دانشمندای جهان اسلامی بودن. اما مشکلی دیگر در این است که اینا با زبان ایجاد کردن که این زبان فارسی میگفتن در گذشته و این زبان در طول تاریخی بیش از 1000 سال با نام فارسی یاد شده است و ایجاد افکار اندیشه اونا را با نام فارسی میگن. ولی متاسفانه در زمان شوروی زبانی ما را تغییر دادن نامش و با نام تاجیکی و خود مفهوم یا واژه تاجیکی بیش از 100 سال عمر نداره و هر وقت که اونا مثلا اشاره میکنن به افکار اندیشه این بزرگایی که ما از اینا افتخار داریم، با افکار اندیشه اینا یعنی زبان فارسی میگن.
که دانشمندایی که به زبان فارسی آفریدن و یا خوشبختانه یا بدبختانه امروز زبان ایران فارسی است و بگیریم که همه کردیت یا همه احترام یا شناسایی به ایران می رود و ما در تاجیکستان و در افغانستان هم توجه خودشون محدود ساختن چون که زبان دری میگویند و دری هم با محدودیت ایجاد میکنه ولی در اصل هم یک زبان است. اما وقتی که دری میگویی مثلا در ادبیات گاهی اشاره شده از دری ولی بیشتر این زبان با نام فارسی معرفی است یا شناخته شده است. و دیگر مشکلی هم این است که مثلا ما همچون تاجیک وقتی که میخوایم اینا رو معرفی کنیم ما با خط سیریلیکی مینویسیم و خط سیریلیکی ما زیاد در جهان مشهور نیست. زیاد مثلا دانشمندایی که در دیگر دانشگاه‌های جهانی هستند مخصوصا جهان غرب اینا با خط فارسی میخوانند و برای اینا مهم است که در خط اصلی بخوانند نه و در خط اصلی مثلا ایجادیات فردوسی را یا سعدی یا مولانا را میخوانی که اون با خط فارسی است و خط سیریلیکی ما محدودیت برای خود ما ایجاد میکند و برای معرفی اینا همچون گیریم ما فرزند یا میراثخواری این تمدن. تاجیکان با مردم ایران نزدیکترند از روی دنک یا با مردم آسیای میانه و ما بیشتر به کدام ملت از روی عرف و عادت و عنعنه ها نزدیکتر هستیم؟ بسیار خوب. موضوعی است که اونطور که قبلا شرح دادم خودی جغرافی خراسان بزرگ که خراسان بزرگ این سرزمین است که اجدادهای ما گذشتگان ما در این سرزمین زندگی کردن سکونت داشتن شهر مرکزهای فرهنگی و تجاری بنیاد کردن ولی متاسفانه در طول تاریخ ما می‌دانیم که بسیار حمله ها از دیگر اقوام کشورهای یا سرزمین ها بودن. برای مثال اگر شروع کنیم از 1400 سال یعنی از زمان عربا آمدن و بعد از عربا یک زمان ما داشتیم که دو سه تا دودمانهای محلی بودن یکی طاهریان بود یکی صفاریان بود و یکی سامانیان بود که دوباره احیا و ایجاد این فرهنگ تمدن شروع شد ولی بعد از سامانیان دیگر چندین بار حمله ترکا هستند از غزنویدا است قرخانیدا است سلجوقیا است و بعد از همه بدترش حمله چنگیزیا بود که بسیار قتل کردن و بسیاری تاریخ نگارا بران هستند که از 2/3 مردم کشته شد در این سرزمین و بیشتر در شهرها که اینا هم تبارای ما بودن و دیگر آمیزش بیشتر با ترکا و مغولا دیگر انجام یافت. ولی از این جهت وقتی که میبینی مثلا از دیدگاه DNK که میگوی اهالی تاجیکستان آسیای میانه جنوبی یا خراسان بیشتر اینا مثلا با همه مردمی که در اون سرزمین هستند و ایران پیوستگی دارن رابطه بسیار نزدیک دارن و DNK هم نزدیک است اما در طول تاریخ ما بیشتر با قوم‌های ترک تبار هم در این سرزمینی که با نام خراسان هستیم آمیخته شده ایم و آمیختگی این است که وقتی که زیاد پژوهش‌ها حالا اشاره میکنن مثلا بیشتر تاجیک‌ها با ازبک‌ها آمیخته هستند چون که ازبک‌ها یا اصطلاح ازبکی هم خیلی یک چیزی تازه است و زمان شوروی هویت ایجاد شد و در سرزمینی که ازبکستان امروز است بیشتر شاید 70% مردمای هم تبارای ما بودن که در طول تاریخ با دیگر اقوام آمیخته شدن و وقتی که میبینی از این دیدگاه ما خیلی نزدیک با ازبک هستیم و عنعنه و عرف عادت غذا و سر لباس مثلا جشن‌های عروسی و توی نشسته ولی از دیدگاه فرهنگی و تاریخی ما با مردم ایران و افغانستان یک مردم هستیم یعنی که با اونها یک پوست و استخوان هستیم و همون یک فرهنگی مشترک داریم یک تاریخی مشترک داریم عقاید افکار حتی امروز هم مسلمان هستیم ولی در گذشته پیش از اسلامی هم آیینی مثلا آریایی یا دینی زردشتی بودایی در این سرزمین گسترش یافته بود و همه ما جزوی ما فرهنگ هستیم و این چنین مثلا زبان فارسی معاصر که هم در تاجیکستان است هم در افغانستان است هم در ایران است و در قسمت زیادی ازبکستان هم است یعنی که این دیدگاه فرهنگی ما است بنیادی ما است از همه یکی از عامل‌های اساسی که هویت ما را مشخص می‌کند این زبان است و از این دیدگاه ما با ایران و افغانستان و هم تبارایی که در ازبکستان هم هستند از همه نزدیکتر هستیم. کدام اختراعات هایی که امروز استفاده میکنیم ریشه‌اش به عالمان تاجیک میرسند؟ در این مورد صحبت طولانی هم کردن ممکن است ولی چون فرصت هم زیاد نیست و برای شنونده یک معلومات مختصر همونطوری که اشاره کردیم خود مثلا ابن سینا مثلا در علم طب تا به امروز کشفیاتایی که ابن سینا کرده است و تا به امروز قانونی طبش هنوز تدریس می شود و همونطوری که گفتیم از قرن 12 در زبان لاتینی ترجمه شد که با نام کنون مدیسین
و در مکاتب دانشگاه‌های اروپایی تدریس میشد و این چنین ابن سینا تنها یک طبیب نبود، ابن سینا یک فیلسوف بود و اندیشه های ابن سینا مخصوصا در مورد وجود و جوهر، نفس و آگاهی و این چنین عقلانیت، منطق و علت تا به هنوز در علم فلسفه در دانشگاه های غرب هم تدریس می شود، آموخته می شود و از او استفاده می شود و تعداد زیاد دانشمندان تا به هنوز دارن در مورد ابن سینا پژوهش میکنن که بیشتر معلومات دقیق پیدا شود. مورد دیگر الخوارزمی است و چنانه که گفتیم الخوارزمی واقعا فوق العاده است و الخوارزمی چی کار میکند؟ الخوارزمی الگوریتم اختراع میکند و با نام کتاب الجبر که امروز الگبر هم که میگن یا در مکاتب ما میگیم، محض مسئول همین نفر است و همه تکنولوژی امروز که از دیجیتال، همه این دیگر عکس برداری و ویدیو و همه چیزی از کامپیوتر محض با زحمت همین شخص است و این اگر همین شخص نمیبود امروز این چیزا وجود نداشتن. ولی با من نقطه‌ای که بسیار مهم است میگم بیشتر در جهان غرب اونا معرفی میشن همچون دانشمندی اسلامی، چون در دوران اسلامی و در بغداد هم بودن. اما یک نقطه بسیار روشن و واضح هست، همه میدونن که ایرانی تبار بود، چون از خوارزم بود و ایرانی تبار که بود از گذشتگان ما است. و دیگر بیرونی است. بیرونی هم همینطور یک ریاضی شناس و جغرافیدانی مشهور است که در حقیقت به همتا است و کشفیات‌های که تا به امروز استفاده میشن در علم جغرافی و خودش هم بگیم که یک اتنوگرافی آنتروپولوگ بود که چیزایی را که میدید نوشته ذکر کرده است در سفرهای خودش به هند و همه این تا به امروز یک ارزشی بسیار پره دارد که دانشمندا و دانشجوها از آن استفاده میکنن. و دیگر بیشتر از این نگم، ولی عمر خیام یک ریاضیدانی خیلی فوق العاده است که در موردش کتابا نشر شده است و دیگرم نصرالدین طوسی، اینطور یک بگیریم دانشمندی دیگری که در سطح جهانی است و در دانشگاه های غرب از ایجادیات اون استفاده میکنه. تاجیکان بیشتر قربانی تاریخ هستند یا سازنده اون؟ فکر کنم بیشتر سازنده هستند، گرچنده که قربانی هم بدن، ولی قربانی های طور است که یک چیزی است که غیر چشم داشته است. ولی بسیار مهم هم است که نوابسته از اون قربانی هایی که بوده است، اینا هرگز تاجیکا از میدان بیرون نرفتند. در شهرها را آتش زدن، سوختن و مرکزهای تمدنی را، کتابخانه ها را، ولی تاجیکا هرگز از سازندگی خود دست نکشیدن و همیشه در مبارزه بودن و در همه دور زمانی که تا به امروز ما مثلا میراث فرهنگی داریم یا نوشته یا باقی مانده که از این معماری ها است، همه این شهرهای بزرگ مثل که گفتیم از سمرقند و بخارا و بلخ، هرات، مرو، نیشاپور، توس، همه اینا میراث فرهنگی مردم هستند. چون اون غارتگرا می آمدن، غارت میکردن، میسوختن، میرفتن، یا اگر اونجا میموندن جزئی همون تمدن میشدن، همون فرهنگ، زبان فارسی بود، ادبیات، یا بیشتر مسلمان میشدن، چون که این مردم توانی را داشتن که حذف میکردن. و دیگر در مورد قربانی خیلی شاید سخت باشه، چون که وقتی قربانی میگیم یعنی قربانی زمانی است که به نابودی میرسی، ولی ما نابود نشدیم و ما برعکس تمدن را گسترش بخشیدیم به هند. مثلا زمانی که مغول آمدن در این سرزمین سوختن، نابود کردن، ولی دوباره ما احیا کردیم و اونا را مسلمان کردیم و از این دیده اونا افکار اندیشه ما را پذیرفتن و وقتی که به هند رفتن با زبان فارسی صحبت میکردن و با زبان فارسی شعر میگفتن و دانشمندا و فرهنگی ها را از این سرزمین خراسان ایران همراه خودش بردن تا که مرکزها را، مثلا تاج محل معماری این مردم است که یکی از بگیریم معجزه های جهانی شناخته می شود و بسیاری دانشمندان دنبال اونا می رفتن به هند، چون که اونا با این زبان شعر می گفتن، ایجاد می کردن، قدردانی می کردن. و همینطور دیگر ترکای سلجوقی که از این سرزمینی ما که رفتن به ترکیه امروزه که اون زمان بیزنطین یا روم بود و در اونجا که رفتن با این زبان و با این ادبیات آشنا بودن و نمونه بهترینش جلال الدین بلخی است که در اونجا رفت و با این زبان مثلا یک معجزه را آفرید و همه مرید پیروی مولانا بلخی بودن. و همین خاطر من ایره همچون بگیریم که یک چیزی سازنده میبینم، گرچنده که قربانیان بدن، ولی این مردم چون توانی آفریدگاری داشتن، در جوهریت اونا بود، در نفوذ اونا بود نهفته در نهاد اونها و اونا توانستن
ایره همیشه حفظ کنن و با هر وقت که موقعیت پیدا شد دوباره ایجاد کنن. و حالا مثال که خود تاجیکستان امروزه رو میبینیم، یک منطقه کوهستان بود با نام بخارای شرقی که منطقه کوهستان رو برای ما دادن، ولی حالا که میبینی یا خود شهر دوشنبه بسیار یک شهر زیبا و فرهنگی و بسیار یک مدرن است که حیران میمونی در یک طولی مثلا 100 سال اخیر ایره ساختن. استاد اگر می توانستید یک چیز رو در طرز آموزشی تاریخ تغییر دهید، چیز رو تغییر میدادید؟ این بسیار سوالی به مورد است. واقعا زیاد وقت سری موضوع اندیشه میکنی و زیاد وقت حتی آرزو میکنی یک چیزایی را، ولی انسان ها با آرزو زنده هستند و بسیار وقت فکر میکنم که تاریخی که تا به امروز وجود دارد یا در مورد ما نوشتن خودی مثلا شاهنامه فردوسی که میبینی این تاریخ شاهان است، نه شاهنامه، و بیشتر در مورد شاهان و امیرا و حکمرانای زمان نوشتن، ولی جالب بود که در مورد مردم میبود، یعنی که اون مردم چیکار میکردن در هر دور زمان، زمانی که شهرها خراب میشدن، زمانی که اجنبی‌ها به این سرزمین حمله کردن و مثلا زیر زبر کردن هویت اونا را، تاریخ اونا را، اعتقاد اونا را، دینای اونا را یا مرکزهای فرهنگی و کتاباشون ساختن، ولی مردم چیکار میکردن؟ چون که اون مردم هنوز زنده هستن. وقتی که ما میبینیم برای مثال 1400 سال که میگیم از تاخت تاز عرب تا ترک تازی و دیگر مغول، بعدن که در قرن 19 روس انگلیس هم اومدن، چقدر غارت کردن، بردن، کشتن، ولی مردم برجا هستن. و مهمتر هم است که زیاد وقت ما را بعضی در بحثایی که با دیگر همسایه کشورها و قوم باشد ما را متهم میکنن که مثلا در 1000 سال اخیر یا برای مثال 700 800 سال اخیر ترک‌ها یا مغول‌ها در این سرزمین بودن، ولی اون مردم هم هیچ جا نرفتن. یعنی مردمی که در اون سرزمین دن اونم ایجاد کردن، همون زبان فارسی، زبان دولت بود، زبان ادمنستریشن بود، زبان شعر شاعری بود، زبان تجارت بود، زبان دیپلماسی بود و این فرهنگ تا به امروز باقی مانده است و ما میراث‌خوار این فرهنگ هستیم. و همچون یک تاریخ نگار برای من جالب می بود که بیشتر در مورد اون مردم و بگیریم مبارزه اونا و مقاومت اونا و دوباره خروج اونا که توانستن این فرهنگ تمدن حفظ کنن، یا که این فرهنگ تمدن اصلا از بین نرفت، چند که فشارها بدن، ضربه ها زدن، همه مردم از سینه به سینه این افکار اندیشه را در یاد داشتن و در هر کجایی که توانستن نوشتن تا به سنگ اندر همه بینگاشتن و تا به امروز برای ما میراث گذاشتن. آنها آمدن سرزمین های ما رو ضبط کردن و با زبان ما حرف زدن، زبان ما رو از خود کردن. این بسیار جالب است. وقتی که عربا آمدن، از همه دهشت آور راستش حمله عربا است، گرچه که مغولا قتل عام بسیار کردن. حمله عربا فقط یک حمله غارتگرانه نبود، گرچه که اینم بود، ولی حمله اونا این بود که یک دینی دیگر به سر ما را، یک ایدئولوژی دیگر به سر ما بار کنن و اولین کارهایی که میکردن مرکزهای فرهنگی را از بین میبردن، دانشمندای ما را میکشتن، دیگران هم کار کردن، ترکا و مغولان، و کتابای ما را میسوختن. مثلا خدی تبری با میگه که در بخارا در مدت 40 روز حمامای بخارا را از کتابا گرم میکردن. فکر کنید که چقدر کتاب سوختن. و در اینطور بود که بعد از اصطلاح عرب، چون زبانایی که گفتم سوغدی و باختری و سکایی اینا اونجا حفظ بدن، زبانی خوتنی و سکایی و خوارزمی، ولی زبانی که از امپراتوری بود، زبانی که بزرگتر بود، زبانی پهلوی سقوط کرد چون امپراتوری ساسانی از بین رفت و در 200 سال تقریبا زبانی دین، زبانی دولتداری، ادمنستریشن زبانی عربی است و گویا که ما نابود شدیم، ولی از خاکستر این برمردات دوباره برخواستن و نمونهش فردوسی و شاهنامه است که قبل از فردوسی صدها کسای دیگه در میدان برآمدن، ولی پیروزی فردوسی همچون یک شخصیتونی این تمدنی بود که بزرگترین اثر ایجاد کرد که اینم زبانی ما را حفظ کرد که این زبانی دیگر معاصر است، یعنی یک زبانی تازه ایجاد شد با نام زبانی فارسی معاصر بر اساس اون زبانایی که در سرزمین وجود داشتن، زبانهای ایرانی قدیم. و نه تنها زبان، این اون فرهنگی گذشته، اون میراث غنی که گذشتگان ما مثلا چی روزگار داشتن، از پیشدادیان تا کیانیان تا به سامانیان آوردن رساندن و به همین خاطر بزرگی فرهنگ و بزرگی شخصیت‌های تاریخی می است که در هر دور زمان توانستند با هر راهی که نباشد حفظ کنن اون دانش، اون تجربه گذشتگان و برای آیندگان ایره میراث بگذارن. چرا امروزها نام جوانان تاجیک در اخبارها زیادتر وابسته به موضوعهای رادیکالی بیشتر نشر می شود و آیا این مسئولیت از طرف گروه های مخصوص می باشد؟
و ما چگونه میتوانیم اونها را بر سوی دانش و تندرستی دعوت کرده از این گونه ایدئولوژی‌های خطرناک محافظت کنیم. بسیار خوب. متاسفانه امروز این بگیریم یک حادثه، یک بلایی است که به سر جامعه ما، نه تنها جامعه ما، کل کشورها و همسایه کشورها آمده است و دیگر این واسطه اخباری که است طریق اینترنتی و رسانوی بسیار به سادگی میتوانند جوانان را گمراه کنند و یک عامل اساسیش این است که زیاد ایمیگریشن است، یعنی که جوانا زمانی که هنوز خیلی جوان هستند از وطن، از پیش پدر مادر، از پیش عزیزاشو سفر میکنن، بیشتر مثلا در مورد تاجیکستان به روسیه و دیگر همسایه کشورها و حالات به کشورهای غربی هم زیاد سفر میکنن و یک گروه های هستند که همیشه منفیت جوی هستند و اونا پشتیبانی مالی دارن و از این ضعیفی و جوانی اونا بسیار خوب استفاده میکنن. هنوز که مغز اونا شکل کامل بگیریم کامل نشده است در مورد درک کردن بیشتر خودی، یعنی خودشناسی، هویت خود، تاریخ خود، زبان، ادبیات و فرهنگ خود، یا که احترام به وطن و وطنداری و از این خوب استفاده میکنن. مثلا یک چیزی که یک حرکتی با نام داعش خراسانی که است و بسیار بران هستند که اونا با زبان روسی و لهجه تاجیکی تاجیکستانی برنامه پخش میکنن و شما خودتون هم شاهد هستی که در مثلا خودی همین تیک تاک یا یوتیوب اگر یک چیز سعی میکنی دیگر از پشتی و دیگر رو هم روان میکند با همون، یعنی که اون کانتنت که شبیه همون است و این باعث این میشد که 2 تا 3 تا 4 تا رو میبینی و زیاد جوانایی هستن که یک ذره به می داده میشوند. جوانایی هستن که مثلا در کشور خارجی که میروند احساس غریبی میکنن، اون فرهنگ نمیدونن، اون زبان نمیدونن و اینا با همون بگیریم که کیفیت اینا صحبت میکنن که در باره برادری و وطن دوستی و احترام به مثلا مذهب دیگر افکار اندیشه مذهبی و زیاد وقت اینا ایرا همچون یک برادر احساس میکنن، یک کسی که غمخواری میکند برای اینا و یا یک تعداد جوانای ما هستند که مثلا در مسجدها میروند چون مسجد اونجا مسلمان هستند، مسلمان گفته احترام و اونجا یک جای سرپناه میبینن، ولی متاسفانه در اونجا زیاد گروه هستند، زیاد گونه مردم هستند که اخبارات های مختلف دارن یا از جانب کدام گروه ها و کدام کشورهای شاید پشتیبانی مالی میبینن و زیاد وقت جوانای ما را راهکم میسازن. گرچنده که بگیریم یک چیزی علیه تاجیکی هم نیست، ولی بیشتر احساس میشد که جوانای ما، تاجیکستانی های ما قربانی همین گونه افکار اندیشه یا همین پروپاگاندا هستند و سبباش هم زیاد است. زیاد وقت در وطن هم زیاد مثلا معلوماتی مذهبی ندارن، در مورد تاریخ دین نمیدونن یا زیاد وقت مثلا فشار است که اگر بپرسید تر سرزنش میکنن که این حرفا را نپرس، این گپا را ضرور نیست، یا که وقتی سوال دادن ما حتی در عرفیت در فرهنگ ما همیشه ترس است، یک احساس ترس است که همین سوال بپرسم یا نه، اگر بپرسم جنگم نمیکنن، حالا که ما میدانیم و از ابن سینا یاد کردیم یک همینطور حکایت بسیار مشهور است که ابن سینا را گفتن که همه این علم را از کجا آموختی؟ گفت چیزی را ندانستم، شرم نداشتم، پرسیدم. یعنی ما میگن پرسیدن عیب نیست. باید که امکانات باشد که هم در عائله یا در مکتب‌ها یک ذره معلومات داشته باشند در مورد دین و آیین، افکار و اندیشه های مختلفی که در جهان هستند، از تاریخ گذشته خودشو که یک ذره بتوانند یک بالانس کنند. ولی وقتی که بسیار جوان هستی و بگیم یک خالگی است در نهادیت، در مغز سریت و از خوب همین نهادهایی که از خارج هستند یا پشتیبانی میشن خوب استفاده میکنن و مخصوصا که ببینید همون جوان هستند، جوانایی که هنوز خوب تشکل نیافته است، مغز سرشو بسیار آموزشی مکمل ندارن در مورد تاریخ گذشته خود و اونا رو زود مخشویی میکنن و متاسفانه ما یک چند نمونه هاش دیدیم در روسیه و دیگر کشورها. ولی امیدوار هستیم که دیگر بیشتری جوانا بگیریم که عقلشو برجا آمد و بیشتر کوشش میکنن که از این گروه ها و از این کنه عملا و شخصایی که راهگم میسازن دوری بشوین، کنار بشوین و بتوانن یک راههایی باشد که برای اینا مصلحت، یعنی با اونا صحبت بکنن. زیاد وقت جوانایی هستن که میرون برای هیچ کار نمیابن، حوصله ندارن، تجربه کاری ندارن و روح افتاده میشن. وقتی که روح افتاده میشوی زیاد کسا میتونن تو را با آسانی با اصطلاحی که میگیم منیپولیت کنن و شما را مثلا یک جا مهمانی دعوت میکنن، یک جا تکلیف میکنن، با تو غمخواری مثلا ظاهر میکنند و فکر میکنی که واقعا اینا غمخوار هستن ولی در اصل اونا یک هدفهای دیگر دارن و از بیچارگی اینا استفاده میکنن. و سوی وطن دوستی چگونه آنها را
زوی وطن دوستی همین است که بیشتر ترغیبات مثلا از خود عائله شروع می شود در کوچه و خیابانا و در مکاتب مثلا باید که بیشتر ترغیبات باشد که مردم جوانان مثلا معلومات بیشتر در مورد گذشته خودش داشته باشند، زبان، ادبیات، فرهنگ، جغرافی که زندگی میکنن و گذشته این جغرافی چیا بوده است، کیا بوده است و همه این معلومات ها و زیاد فیلم های هم هستند که مثلا در مورد روحیه وطن دوستی، وطن پروری ایجاد شدن، شعر شاعری است یا کتابایی که نوشته شدن و از همه اینا باید استفاده شود. مثلا خود شاهنامه فردوسی سراپا مهر محبت از وطن است، دفاع از وطن است، دفاع از فرهنگ گذشته است، دفاع از زبان است، از مادر، از خواهر و می یکی از راه‌های هستند که بیشتر این چیزا ترغیب شوند که اونا بدانند و دیگر یک ذره معلومات در مورد افکار و اندیشه گذشته که باشد یک از بسادگی اون رو نمیتواند با یک عقیده رادیکالی یا گمراه سازد. و این گونه برنامه ها زیاد شوند تا که جوانان آگاه باشند از این گونه. واقعا و حتی برنامه‌ای باشن مثلا در تلویزیون باشد که جوانان خودشو بیاین بپرسن و اونجا یک تعداد دانشمندا، کارشناسا با تجربه اونا بتوانن با اینا صحبت کنن، مصلحت بدن، راه روش پیدا کنن. یا زیاد وقت جوانان هستن که یک بحرانی هویتی دارن و اما بحران هویتی را باید که با یگان راه‌های درست مصلحت راهنمایی کنی که از اون بحران بیرون بیاین و یگان کسب بآموزن. برای مثال زمان شوروی یک چیز بسیار مشهور بود که بغیر از درس آموختن ما یک درس داشتیم، شاید حالا هم است، تعلیم تربیه بود و در اونجا در اون هنرهای مثلا کسبی، دوریدگری، تراشیدن، رسامی، موسیقی، ماشین راندن، این چیزا که اینا یک چیزی هستن که برای اینا یک راه دیگر هستن، الटरनेटिव که اگر مثلا وارد دانشگاه نشد یا اون کسب دلخواه پیدا نکرد، دیگر کسب‌های دیگر هم هستن که از اون بتواند استفاده کند و زندگی خودش پیش ببره. خب تشکر زیاد استاد عزیز که دعوت ما رو قبول کردید. بینندگان گرامی ما رو پیگیری کنید و تا بازدید، تا برنامه های دیگر. تشکر، سلامت باشه شما و برای شما بردباری تشکر زیاد.